روششون هم فقط با استفاده از این وسایل درب خونه رو باز میکردن، به این شکل وارد میشدن و اموال مردم رو سرقت میکردن. ببینید اینا سارق حرفه‌ای بودند. اینا همونایی هستن که بدون اینکه هیچ اثری بگذارند، بدون اینکه اصلا خراشی به در بیفته، در رو باز کردن، رفتن داخل خونه سرقت کردن رفتن. بعد ممکنه یه تعداد از اینا بیان حتی در رو مجدد قفل کنند برای اینکه اصلا عادی سازی باشه. بعدن ذهنیت مال باخته یا حتی مأمور ما میگه آقا هیچ خراشی نیفتاده، هیچ چیزی جابجا نشده، پس احتمالاً داخلیه. اینا رو باید مواظب باشید. هر چه سرقتی داشتید که بدون هیچ گونه آسیب سارق وارد شده، باید برای اینها کنترل بکنید ببینید تو اون ایام اونجا بودن یا نه. قفل المان بر روی دعوی ضد سرقت تیپ 4 نصب شد. از داخل به راحتی با چرخوندن بود. 2 تا میله فولادی بالا و مکانیزممون فعال. 2 تا میله فولادی هم داخل بسته سرامیکمون قرار میگیره. خیلی نرم و قوی. از بیرون هم به راحتی با چرخوندن کلید دو بسته شدنه. الان 2 تا میله فولادی بالاست، 2 تا میله فولادی هم داخل سرامیک زمین قرار گرفته، 5 تا میله فولادی هم که مقابله. این در کاملا ضد بیلم شده.